اینجا همون جاست که باید بلندشی حرکت کنی، تلاش کنی، برنامه‌ریزی کنی. یه بازی نوستالژی هست که دقیقاً شرایط کسب و کار امروزی توش میشه دید. بازی مارپله. توی این بازی یه جاهایی ما به نردبون میخوریم و یهو 10-20 تا خونه ما رو به سمت جلو میبره و چه حس و حال خوبی ما. دقیقاً وقتی که بازار خوبه، وقتی که فروش خوبه، صاحبین کسب و کار همین حس و حالو دارن. انگیزه و اشتیاق بالا و تلاش مستمر دارن برای اینکه رشد بیشتری داشته باشن. ولی یه جایی تو این بازی هست که مار نیش میزنه و برامون میگردونه به عقب. این دقیقاً چالش‌های کسب و کاره. توی اون بازی ما خودمون نمیبازیم و نمیشیم نگاه کنیم. استمرار داریم، تلاش داریم و انگیزه داریم تا به نقطه پایان برسیم. ولی توی کسب و کارها اینجوری نیست. ما بازنده میشیم، حالمون بد میشه و این میشینیم نگاه میکنیم ببینیم قراره چه اتفاقی بیفته و هیچ تلاشی نداریم. اینجا همون جاست که باید بلندشی حرکت کنی، تلاش کنی، برنامه‌ریزی کنی، استراتژی داشته باشی، هدف گذاری کنی، تبلیغات کنی، برندسازی کنی و یه سری مسائل دیگر رو انجام بدی تا به اون نقطه هدفت نزدیک بشی، سهم بیشتری از بازار رو برای خود بگیری. نه اینکه فقط مثل یه بازنده ها بشین نگاه بکنی که ببینی قراره چه اتفاقی بیفته و بازار رو از دست بدی.